میخوایم یه چالش بریم. خب آقا خیلی گشنمه من به خوردن صبحونه. اوی سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ آقا امروز من و نیایش خواهرم میخوایم یه چالش بریم. چه چالشی؟ داشتیم ویدیوهای خوتن رو میدیدیم. یه دونه چالش رفته بود 1 روز با 1 رنگ، که ما هر خوراکی که امروز میخوریم باید یه رنگ باشه. بعد چجوری قرار این کار انجام بدیم؟ رنگا رو اینجا نوشتیم، همه رنگی هست: سفید، سیاه، صورتی، بنفش، سبز، آبی، زرد، همه رنگ، هر رنگی که فکر کنید، قهوه‌ای، همه. بین اینا انتخاب میکنیم، بعدش میریم خرید با هم دیگه و مشخص میشه دیگه. بریم چالش رو شروع کنیم. الان بردارم. گیرین پرفکت. Oh my god! Wow! بنفش. من قرار چیزای سبز بخرم، نیش قرار چیزای بنفش بخرید دیگه. حالا صبحونه، نهار، شام، میان بعد همه چیمون قراره این رنگی باشه. با ما آماده شید بریم. فعلا خب اینجا نیش خانومو داریم، انتخاب کن. بچه ها نیایش چای نخوره میمیره، بعد الان چایی بنفش نداره. حسه چیه خانومه؟ هیچ. بچه ها غذا اگه بخواد بگه خدا شکر من که خیلی غذا میتونم بخرم، ولی نیایش حتی تون ماهی هم نمیتونه بگه. یه دونه من الان تقریبا چیزاتو برداشته، فقط یه دونه آب میوه چیزی بخوام برده، مسکم دندون نزد چی چای بید اینا هم برداره بنفشش تکمیل شه. بچه آب میوه پیدا نمی کنیم، نمیدونیم چی کار کنیم. یاد خود میبینی اشتان یه دونه پیدا کردیم انرژیزا، ولی میگن همه ده آدم درد میگیره. بغل بازی اینو نمی کنید، میخواد ایسیمان که هندونه رو به عنوان بنفش را بزنه. این کجاست بنفش صورتیه؟ این که انرژیزا نیست، میگم کینگر رو میتونی برداری. خب حالا اینم ازش قبول میکنم چون دیگه هیچ پیدا نکردیم. یه خواهر بزرگتریه و اوکی. خب دیگه خریده تو تمام شد؟ داریم نوبت خریدای من. نوبت نادیاست. اینجا خیلی کنسرو سبز هست، اما من هم شیب خورد بگیرم. بلایم میشم سبز. من میتونم اینو بردارم، اینم میتونم بردارم. اینو که موهیتو رو دوست ندارم، اینم سردرد میگم میخوام دیگه. اینو برمیدارم دیگه، اسمان که خیاه باید باده اسپنش بگیم. آره آقا ما اومدیم با خریدامون. بله که حالا خریدای من سبز و خریدای نیشان بنفش بوده. خب حالا بریم صبحونمون انتخاب کنیم که میخوایم صبحونه چی بخوریم. من خودم انتخاب کردم صبحونم و این آیس مانکر بخورم چون انتخاب دیگه ای ندارم، با این کوپار سبز. خوبه. منم میخوام اینو بخورم. البته هم میتونم هر جفتشون جام بخورم، ولی به احتمال زیاد اینو میخورم. نیست انتخاب دارن، من انتخاب خواست نشم با اینکه اونجا
انتخابای من بیشتر بود، اما الان اینجا نمیدونم چجوری شد که بیشتره. به کی وصلی؟ کجا وصلی؟ خب آقا شروع کنیم به خوردن صبحونه. صبحونه سبزمون رو شروع کردیم به خوردن. یه نفر چای نداره با صبحونه بخوره. نمیشه. دیگه این دنیا به درد نمیخوره بابا. خیلی خب انتخابای خوبیه. این آیس مانکی خیلی خوشمزه است. من تو WSS آیس مانکی اسپانسر بود. من اولین بار بود همه خیارشو میخوردم. بد نبود، خوب بود، خوشمزه است. شما نظرتون چیه؟ من نخوردم. خوشمزه. بد نیست ولی چای بلند چیز صحبت دیگه کن است. بابا. بد نیست ولی چای یه چیز دیگه است دیگه. نه چرا جالت میشه. حالا دیگه کوپا هم که دیگه خوردم دیگه. اونو من نخوردم. ولی تو امتحان کنم چطور؟ اونو من فکر کنم کوپا خوردم من شده. خوبه. نه شوی داریم. انتخابای خوبیه. صبحونه که خودش خوب گذشت. این چطور؟ خوبه. ولی چای یه چیز دیگه است دیگه. خیلی خب صبحونه رو خدا شکر به خوبی داریم پشت سر میذاریم. حالا دیگه بریم تا نهار برگردیم. بله. خب آقا خیلی گشنمه من. جفتم تصمیم گرفتیم برای نهار نودل بخوریم، برای شام بذاریم اسمش چیه؟ تون ماهیو. برای من که این کاسه یا بود، حالا اولین بار دارم تست میکنم، روخه و اوی نداره که نودله دیگه. برنیاشم که بعد توی قبل همه درست کرد و اینا دیگه بخوریم ببینیم چجوری. ندینه خوبه. ولی من معمولا میخوام درست بکنم نودل، خود نودل رو خورد میکنم میریزم تو قابلمه، اینقدر مثلا دراز نیست نودلاش. دیگه خوبه دیگه. چطور نیش خانم؟ من دوست دارم. دوست داره؟ فکر میکردم چیزای بد بهش میافتن. والا از من که بهتر شد. همه جا همه چیز سبز بود ولی فرضاً چیزای بنفش خوشمزه. واسه تو چه مزه‌ایه؟ نگاه نکردم. بکنم گوشت و اینا باشه. واسه من سبزیجاته. حرف دیگه جاتون خالی. ولی هرچی خوردیم از اون خوراکیامون ویدیو میگیریم دیگه. راستی اینو یادم فکر ما اول ویدیو اینا یادمون رفت بگیم که اینم لایک کنید، سابسکرایب کنید اینا. زنگوله‌رم بزنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید. برای عصرم یه چای پیدا کردم که بنفشه. این تقلبه بچه‌ها. اینو نه. قبول کنید که تقلبه. تقلب نیست. تقلبه دیگه. نه خب بنفشه خریدی. خب ما اینه که بنفشه دیگه. دیگه چون بچه من واقعا اعتیاد شدید به چای داره میبخشیمش این سریو. و اینکه میخوام با این بخورمش. الانم نوبت چیه؟ الان نوبت اینه که من تسکامو انجام بدم. کلی کار دارم که بعد الان انجامش بدم. حالا این استکالا یا چیز میامده که بخوام باش بخورم اینه که بسته‌بندیش حالا سبز بود، الان قرمز کچاپیه ولی در اصل بسته‌بندیش سبز بوده. نیایش هم داره همون پروفیلایی که دیدید توی هایپر خریدیم، داره همونو نوشه جان میکنه. خب حالا یادتون نره بچه‌ها لایک کنید ویدیو رو، سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید، هر کار که میتونید بکنید این کانال من جون بگیره. کامنت بذارید، کامنت انگلیسی بذارید دیگه، منم برم به کارم برسم. خب اومدیم با قسمت شام. خب هم من هم نیایش جفتمون تون ماهی گرفته بودیم. برای تو چه طعمی بود؟ فلفل و سیر و اینا. برای من شیوید بود. من اون موقع که داشتم انتخاب میکردم فکر کردم که فقط روش زده با روغن گیاهی، چون من از تون ماهی شیوید خیلی بدم میاد، یه ذره تلخه، اصلا از مزهش خوشم نمیاد و فکر کردم زده فقط با روغن گیاهی، اما دیدم الان شیوید داره. خب دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، چالشه دیگه. اما نیشان برد و امروز کرد. بله. جاتون خالی. فکرم شیلپان نخورده بودم، نمیدونم ولی خوب بود، خوشمزه بود. نظر شما چیه؟ خوب بود. میپسندی؟
از راجع به چالش چیه؟ خیلی باحال بود، خیلی خوش گذشت. خیلی شما هم امتحان کنید، خیلی خوبه دیگه، باحاله. خب بچه‌ها ویدیومو لایک کنید، کامنت برام بذارین، سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو بودین. آفرین، من هنوز زیاد بلد نیستم. خدافظ.